партофтиян ҷои намозоро мантазири намози шом истудиян. рафтем нишастем, ака вақти рӯза кушодан шуд, қариби азон шуд. албатта суннат аст ки қабл аз намози шома хондан шахси рӯзадор рӯзаша бикушояд. мо ҳайрон ки ҳичи надорем, рӯзаро ба чӣ бикушоем? ҳамҷа чанд дона хурмои сабз, қасам ба худо сабз буд, чинда шуда мондагӣ. аяму хурмоҳои сабз яктаи дар даст мо доданд. хурморо дидам, дар ташвиш мондам ки ман мехӯрдам, меъдам хуб нест, ҳазм карда наметунам, ира хому халиж мехӯрам, ира чӣ хел ҳазм мекарда бошам дар шикам мехӯрӣ. вақте ки як газ гирифтам, намедонам ки шояд ман гирисна будам, шояд ҳамун хурмо ҳамун хел ширин буд. валлоҳи то ҳолира маззаш аздаҳанам нарафтааст. من خیال کردم که شاید همین لذت من تنها چشیده باشم. او برادر سوال میکنم حاجی را، میگه به خدا این خرمای شیرینه اگه شاید او قدر شیرین نباشه، نه که ما گرسنه بودیم وقتی طعام خوریم بود. وقتی آدم گرسنه باشه همه یک پاره نان خشک از برابریان در لذت میتوه. یک خرما چی که 3-4 خرما زدیم، اومدیم در درون ماشین گوشت قیله گرفته است و بیچاره اوزلک برای گودکش شاید گرفته باشه. قیله را کشودن، یک تعارف میکردن، همه قدر گوشتی با لذتی هست دیگه تا دوشنبه را همون گوشت خویده اومدیم. یعنی که این لذتی بسیار عالی و عظیمی هست. وقتی شخص به خاطر خدا روزه میگیره، امتحان پروردگار را پشت سر میکنه و بعداً به امر و فرمان خدا روزه خودش میکشاید. اطعموا الصیام الی اللیل. خدای بزرگ در قرآن گفته است که روزه هاتون به شب اتمام ببخشید، روزه هاتون بکشوید. یعنی روزه تا وقتی همون غروب آفتاب است، هم قوت جسم تن هم راحت جان آمد. پس خدای بزرگ روزه ماه شریف رمضان به خود نسبت داد. در روایت دیگری که در صحیح مسلم آمده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نام خدای بزرگ خویش روایت میکند: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الی 700 ضعف. هر عملی که فرزند انسان میکند اجر ثوابی به نهایت زیاد دارد، به مراتب در عوض اجر ثواب براش عطا کرده می شود. از 10 تا 700 ثواب میگیرد. شخص برای عمل شرعی که انجام میده از 10 تا 700 ثواب میگیره. هر قدر عملش به ریا باشه، هر قدر خالصتر باشه، همون قدر ثواب زیاد میگیره. و در ادامهش خدای بزرگ چی میگه؟ الا صیام، مگر روزه را میگه به این قیاس نکنید. در روزه تا 700 ثواب نیست. فانه لی و انا اجزی به. پس با درستی که بنده روزه را برای من میگیرد و پاداش این بنده در ذمه من است. یعنی خداوند 700 نه، شاید 7 میلیون ثوابش بده، شاید 7 میلیارد ثوابش بده، شاید همون قدر ثوابش بده که در زمین و آسمان نگنجد. این پیش پروردگار است، پاداشش به خدای متعال است. یا حضرت هم میگن هر وقتی که به یگان ناحیه سفر کنه، میدونه که بای بچه ها، مثلا بچه های بای بچه در دوشنبه زندگی میکنن، خونه شو مثلا خونه پدر شو در هم ناحیه ای، خونه هم پدر هم میدونه اومده است دعا و فاتحه میکرده است، بزنگ میزده است به بچه شا فلانی ما در خونه چشتگیم، اشارش میکنه حالی خیلی بعد دعا را خودت میگیرم، دعا و فاتحه کنی اومده خونه تو دعا را خودت میگیرم. اگه میدونه که اون پدر او بسیار غیرت کنه 50 سومالیش میده، نه که در دوشنبه که اومد اون بچه بیزنسمن میزنه 100-300 دلارش میگیره آخی. یعنی پس بنده های روزدار باید که امیچونه کشوتر بگذارن، زیرا که بشارت خدا داده است ایشو من میتونم تو بپروا باشی. شما فکر نکنه که از دنیا از یگان کس پاداش میگیره، نه، پاداش دهنده شما من هستم. اگه امروز در بازارهای ما مردم احتیاج بیشتر به همین مواد مصرف همه روزه دارن، به آرد دارن، به روغن دارن، به شکر دارن،
با اشیایی که هر روزه استعمال می شود. الحمدلله و المنه در مسجد ما من میدونم تاجران میآیند، امروز صنف تجار خیلی پیشرفته است. من به همه برادرای تاجر مراجعت میکنم. بچه‌های عزیز، در همین ماه شریف رمضان شما فایده دنیا سر نکنید. همین فایده دنیا خدا بگیرش تا کجا را میرود. فایده دنیا سر نکنید. یک برادر قصاب شکایت کرد، گفت نرخ ارزان کردین، خدا نگهبانشو باشه حکومت شهر دوشنبه و حکومت جمهوری تصمیم گرفتیان که یا نرخ معین بگذارن تا اینکه بعضی مردم از حد نگذرونه. این مردم ما متاسفانه بدترین خصلت‌های انسانیت گرفته است، هم از غربی ها و هم از شرقی ها. نه پروای رمضان داره و نه پروای قربان. میگم برداشت زم کن، دیدن که خریدار زیاد چه در یک مال به نرخ آسمانی برداشتن میگیرن. از همین خاطر امروز تصمیم بسیار نگرفته شده است از جانب حکومت شهر که در یک ماه شریف رمضان از تاجرها پتن نپرسه، نلاگ نپرسه. مخصوص تأکید کردن که کسی خلالشو نرسونه. دهقانایی که مال خودشون میارن در بازار میفروشن، حتی از چک بازار آزادن. او کسایی که میانه رو پس ردنیک مال دهقان میگیرن و میفروشن، فقط نیمی چک بتن همشنه. برای چی؟ برای که همین نرخنه بردارن، بالای مردم جور ظلم نشوه. شما را به خدا قسم همین فایده و منفعت دنیا تو رمونه. او برادر قصاب شکایت میکنه که ما را میگن گوشت 18 سوم بفروش. اگر گوشت 18 سوم فروختی یکم فایده نمیمونه، همون نوک به نوک همون مال را که خریدی همون میشود. گفتم برادر جان بگذار که فایده نمونه، ثواب میگیری کو. آخه همون شکمبه همون گو میموند کو. شکمبه اگر زنه که به هنر باشه او شکمبه را بگیره تازه کنه و اگر باور کنه طعام بپزه از او شکمبه خلدیس دیگر کنه، همین قبل لذت میشه و قنواری هم شکمبه برات میمونه. روزی و رزقی 2 روزه 3 روزه فرزند داد، هم اجر ثواب. آخی خدای تعالی تو را وعده کرده است که اجر ثواب رمضان در ذمه من است، از من میگیره ثواب شه. شما در همین ماه شریف رمضان فکر فایده تون نکنید، خدا بگیره همون فایده را از برای خدا. در مملکت های اسلامی ثروتمندا هستن، مال میخرن کوتره میارن به نرخ همون کوتره میفروشن، یگان سوم در بالاش نمیمونن تا اینکه ثواب بگیرن، فضل بگیرن از برای خدا. او همین ظلم جور با کی میکنی؟ به خطا. همون پول جمع میکنی با کی را جمع میکنی؟ تو خدا دی قسختی مرده ای از تو فرزندی خوب میبرویه، ای مار بچه میبرویه. خیال میکنی که تو پگه مردی او فرزند مقبره تو را از تیلو میکنه. در یک سال یک بار اگر یادت کنه یا پمینکت کنه نمیدونم دیگه در فکرش نمیزنی. ای مرده که خوب امروز در جان خودت خیر کن، توشه آخرت خودت به دست خودت جمع کن که فردا دیگه منتظر فرزند نباشی، منتظر برادر نباشی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است لأن یتصدق المرء بدرهم فی حیاته خیر له من ان یتصدق عنه ب100 بعد موته. اگر میگه مرد در همین دنیا به دست خودش 1 درهم صدقه و خیر کنه، براش بهتر است که بعد مردنش صاحب درکاش و واریساش 100 درهم صدقه کنن. از همون 100 که او میتن همین یکی که خودت میتی برای تو فاضل تره. گر به دست خود دهی خرمای تر، به که بعد از تو دهن خرواری زر. همین به دست خودت 1 خرما را بده، انشالله از ثواب 1 خروار زری که بعد مردن تو میتن بالاتره. آخه تو اینقدر دنیا دوست داری خیال میکنی بچه تو از تو کم میشوه. تو را به خدا قسم باور کنی همین میبینی یگان جوان مرده وقتی تحقیقی میکنی پدرش هم خیلی جوان مرد به دست داخی. اگر یگان ممسیک ببینی اما ریشش هم خوب پدرش هم خیلی ممسیک مرده های. تو بجای پدر چی کردی خیر که همان بازجویی از پسرت؟ برای جوان مرد باشه. آخه مال و ثروت برای خیر است مرده. زینت مرد در خیر احسان شد. کسی خیر میکنه، کسی نیکی میکنه، نامش به نیکی میمونه. ایش ما میدونه که مردهای نیک برای نام چی جانایی میکنن، چی عذابایی میکشن که نامونه به نیکی یاد بگیرن، به نیکی یاد کنن. در همی محله مهرآباد کلینی یک حاجی است
حاجی مطلب میگن. با فکرم که حج عمره رفت. حاجی مطلب مردم مهرآباد میشناسنش. همین مردکا این نه خشمای، نه تبار مای، نه رفیق دوره کودکی مای، نه همسایه مای، یک برادر اسلامی ای. ببینید از بالای منبر نامش گرفته استم. برای چی؟ برای اونه که $100 هم داده است یا $200 نه. یک عملی نیک کرد، یک جوانمردی کرده بود، همو در ذهن من شیشت است و در ذهن همو همسایه هم شیشتگی ای. سال 2000 ما یک مسجد جور کرده بودیم، مسجد خورد در بین سکسیه ها. همین درآمد ماه شریف رمضان بود. گفتیم یک مال بخریم، بکشیم، خیر کنیم در راه خدا و بعد مسجد پریزنتاسیا کنیم، افتتاح کنیم مسجد. بازار رفتیم سال 2000 مردم هم خیلی قشنگتر بودن. شما میدونید همون وقت نمیدونم پول چه خیلی قرب منزله داشت. 62,000 جمع کردگیم. حتی نمیدونم که همون نامی پول چی بود. وقت روبل بود، سامانی بود، شاید سامانی باشه، دیگه سامانی نبود که با فکرم 62,000 جمع کردگیم. 62,000 خستیم رفتیم بازار. یک قشقرچه را دیدیم بسیار معقول جوانک. گفتیم انشالله همین را میگیریم. همه مردم های بسخری را بس چیدیان. یک گوسپند شو بکشیم انشالله همین گوسپند جوان باشه، از همون گوشتی بز و قدر فرقی نداره، اما نامش گوسپند ای. وقتی نرخش میکنیم ای 80 کمش نکرده است یا بچه. این مرد کم ترک بیا گذر که اخی رمضان اومده است کی را میگوید نخواست همین حاجی مطلب اومد. نمیدونم اون پسرک کی بود برای را. گفت که بچه 70 بگیری عید ارزان نمیوی. حقیقتا به او خیلی قشقرکه و گوسپندکه به 70 نمیفتی. 70,000 گفتیم برادر عزیز ما هم 62 تا داریم، ای زیاد نداریم، توکلت به خدا، آخه دیگه پول نداریم. استاد خیلی گفت بیای 65 تا بتین همین پولی خچای. گفت ای شما یگان تین طلب ندارم قسم به خدا، 65 تا پولی خچای. گفتیم مگر بتی همین 62 تا بتین نداریم. حقیقتا نداشتیم. در پهلوم با یک برادر است، او شخص همون وقت صاحبی وظیفه بود چی بود نمیدونم، لیکن همین عقیده کمونیستی داشت. میگه مسجد نگیده همین خونه را مهمان خونه بگید. از بس که برادر خودش نمازخوان است از همین هدایت محروم است، میگه همین را مهمان خونه بگید. همون در پهلو ایستاده است ولی همون زنده و حیات است. نخواست یک کس گفت که این را میگیرن که همین را به خاطر خدا خیرش کنن و پریزنتاسیای مسجد چونن کنن، نام مسجد گرفتن. گفت دنبال را بکن. او وقت این قریشی کلون هم نداشتیم مخلص برای ثواب. سال 2000 ریش هم نداشتم. گفت همین را بکن یا دعام بته. من گفتم تو برای 3,000 که دعوا و جنجال داری و تا مسخرمو میکنی، برای تر به خدا بتی همین 62 داده بته نتیه که کمونته. آبشه گفت شرمندم نکن یا دعا بته. ما امرو برسیم قبله کردیم و قهرکی دعاش دادیم. او خدیلم پر نیست. با ماشین داره، در ماشین خودش بار کرد و از 452 بود والله اعلم. گریف با پیش مسجد مون آوردش. همین جوان مرد نام مسجد شنید یک نه همون 62,000 دو خیلی پول کلام بود. یک محله جمعش آورد استه. گریف گوسپند هم خیلی هدیه کرد. آخه ما و شما مسلمانیم، ما و شما رمضان برای آن میگیریم که ثواب بگیریم، قیام شب داریم به شب از برای آن که ثواب بگیریم. وقتی که در ماه شریف رمضان مردم احتیاج دارن گفته و نرخ میپرداریم و میپرداریم، از این نماز ما چی فایده میگیریم؟ چی فایده میگیریم؟ قصاب یک استخوان کشال میکنه 18 سامانی و با ای پشت دکانش 23 سامان و 25 سامان گوشت میفروشه. ای خدا شرم میداری؟ مایلش بنده های خدا را شرم کردی. او خدا میبیند که در همین ماه شریف رمضان بسیار خواهش میکنم درآمد دنیاتون گوش اندیشه نکنه، درآمد آخرتتون در مد نظر داشته باشه. برای آخرت رو کپیت کنه. این دنیا که 1000 جمع کنی و جمع کنی و جمع کنی، عاقبت الامر در 10 متر کفن میپیچونن میبرن در خاک خنک میتپند. هیچ حدیثی صحیح هست امام مسلم روایت میکند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یقول ابن آدم مالی مالی، فرزند آدم میگه این مالی مهای.
اینای خانه من است، اینای جیپ من است، مرسدس من، در فلان جا زمین دارم، در فلان جا 10 هکتار باغ دارم، 2-3 رمه گوسفند دارم. انسان عادتش همی است، با فخر میکنه به همون مالش. و هل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. ای فرزند انسان، تو مالی خاک داری، مالی تو اونم طعامی است که خوردیش 1 ساعت پس میری در حاجت خونه میبروریش، یک نجاست بدبویی که از او در بدبوتر چیزی نیست، با بریت میقپی. مالی تو اونم کرته است که در بدن تای بعد 1 سال میپوسه میدره، اگر بویتر باشی کهنه میشوه، رنگش که پرید یکم کس دمیتیش میره. او تصدقت فامضیت، مالی تو همون خیرات و احساناتی هست که میکنی که او البته به تو میرسه. فردا روز قیامت همون صدقه و خیراتی کردگیت میویم میرسد. مولا با کی جمع میکنی؟ نمیمانی در این دنیا 90 سال مگر هستی برای غیر حمال. آخی تو در این دنیا 90 سطح تو زندگی نمیکنی، برای بیگانه ها را تو حمالی؟ تو گروز چی که تو خدمت بیگانه ها را میکنی، برای مردم جمع میکنی. به شوی زن بماند مخزنی تو، به جان خود عجایب دشمنی تو. یاش مردی به شوهری زن تا میمونی مولا، اگر پیر مردی یا با کلن تا میمونی یا با دوموتا. چرا در جان خود جور میکنی؟ همون قیمان شو که زندگیشون ببرن، با دست خود چند قیمتونی خیر که برفت شوکت محمود و در زمانه نماند، جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی. سلطان محمود همه قدر بزرگ مرد بود، همه قدر پادشاهی با شوکت و با شکوه بود، بعدی مردنش چی میگن؟ به قدر فردوسی نرسید. اینم یک عملی ناجایی که کرده است، همین را ذکر میکنن. پس باید از ما و شما نامی نیک مانه. در همین ماه شریف رمضان همین مسلمان باید مسلمانیش اثبات کنه که تمام مردم دنیا حسد ببرن. در تمام ممالک اسلامی مال باید ارزان باشه، کسی از پشت سودی دنیوی ندوه. در اون صورت میگن که واقعا این مسلمان بدین، واقعا این دین اسلام بزرگ بده است. این مردم شما میدونه چی دینی بزرگ داره؟ یک گروه از کراتئیستای خارجی اومدن تاجیکستان. این کار هم 1 هفته پیش بود. در تاجیکستان اومدن این مردکا زیاده از 100 دولت دنیا را گشته بودن در جستجوی حقیقت، برای نشان دادن هنر شو. ولی در شهر دوشنبه از زورخانه هست تأسیس دادن، زورخانه. هر خیلمو چه بگم بازی ها و مسابقه ها را در همونجا میگذرونن. کاپوتسی گفتنی یک برادر لوچیو کاپوتسی باشه، دانیلو کاپوتسی، یک برادر ایتالیایی مهمان نوازی مسلمان ها را دیده است، تازگی و آزادگی مسلمان ها را دیده است. همراهش یک چند جوان مردای بدیان که مسلمانی واقعی و از جمله برادر و حکمت الله کرامتوف، خدا نگهبانش باشه. بعد مسابقات میکروفون در دستش میگیره، میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. اینا 1 هفته پیش لا اله الا الله محمد رسول الله. آخی ما باید که طرز رفتار داشته باشیم، طرز کار کنیم که هر دشمنی که ببینه رفتار که داری ما را، عمل خیری ما را، بگه لا اله الا الله محمد رسول الله. برای این برادرای عزیز، این روزه ماه شریف رمضان غنیمت بدانه، قسم به خدای غنیمت های. 2 روز پس روزه میگذره، رمضان میگذره میروه، پشیمان میشیم، بعد پشیمانی سود نمیبخشه. ببینه عملهای خیر از 10 تا 700 ثواب دارن. خدای تعالی با ما و شما را بشارت داده است که مگر روزه را در این قطار حساب نکنه، مگر رمضان خیر رمضان را در این دنیا قطع حساب نکنه. فانه لی، زیرا که این روزه برای من است، و انا اجزی بهی، و پاداش روزدارای رمضان، شخصایی را که عمل خیر در رمضان میکنن، خدمت میدهم. این ماه به حد بزرگ است که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه.
هر کسی در این ماه شریف یک عمل خیر انجام میدهد از روی اجر ثواب برابر است با یک فریضه در غیر رمضان. همین یک بیچاره محتاج همون خربزه یا تربست به نرخ خودش فروختی، تو گویا یک فرض در غیر رمضان انجام داده. این فرض میدونه پیش خدا چه قدر منزله داره. یک صدقه کردی، تو گویا ثواب زکات گرفتی، مثل که در زکات ثواب میده خداوند. انا خیل برای صدقه نافله در ماه شریف رمضان به انسان خدای تعالی اجر ثواب عطا میکنه. سبحان الله. و من عدا فیه فریضه کان کمن عدا 70 فریضه فی ما سواه. هر کسی در این ماه بزرگ یک فرض خدا را انجام میده، از روی ثواب برابر است به 70 فرض. هر کسی در ماه شریف رمضان 5 نماز میخونه، گویا که در یک شبانه روز 5 نماز نه، 7 کره 5 35 میشه، 350 نماز خونده است. ثواب 350 نماز میگیره. هر کسی که در ماه شریف رمضان ختم قرآن میگذراند، قرآن در داخل نماز فرض است، فرق نداره اون نماز چی ای، نماز فرضی ای، نماز نافله ای، سنت ای، واجب ای، چیزی که باشه قرائت در داخل نماز فرض است. با از نماز فرضی دیده در نماز نافله ای مستحکم تر ای، زیرا در نماز فرضی قرائت در 2 رکعتش فرض ای. اگر مثلا نماز 3 رکعته یا 4 رکعته باشه، در نماز نفل در هر رکعتش قرائت فرض ای. اگه شما تصور کنید که شخص در مدت ماه شریف رمضان ختم قرآن میگذرونه، گویا که 70 ختم قرآن کرده است. بعد همون را به ارواح پدرش ببخشه، او پدر دیگر روح شاد میشود. خداوند میگه شکرانه نعمتت که مرا فرزندی صالح دادی، فرزندی به عار و به ناموس دادی. در حدیث های حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که قاری قرآن سامع در حکم قاری است. کسی که به قرآن گوش میدهد در حکم قاری است. قاری قرآن فردا روز قیامت با تاج مکلل مزین زینت داده می شود، در سرش تاج میگذارند و به والدینش، به پدر و مادرش خداوند امر میکنه که خلعت پوشونه، سر لباس فسان شو میکنند و میپرسند که پروردگار رو در عوض کدام عمل این سر لباس زیبا و آزاده را برای ما دادی؟ میگن در عوض قرآن خواندن فرزندت، در عوض در ختم قرآن شرکت کردن فرزندت. این ختم قرآن نه درجه داره. آخی ماه شریف رمضان ماه ختم قرآن ای. اکثری ما و شما یا قرآن خونده نمیتونیم، یا حتی اگر خونده هم که بتونیم او قدر غیرتی نداریم که لااقل در یک ماه یک ختم قرآن کنیم. اگر در همین 1 سال در ماه شریف رمضان قرآن نخونیم و ختم نکنیم، به ارواح گذشته ها ما نبخشیم، وای به حال ما که از فرزندان دیگه چی توقع اینه که داشته باشیم؟ امروز تا ای ختم قرآن میگریزی، فردا پسرت از نماز میگریزه، ای مسجد میگریزه، ای بشرمندگی. والله حیران میشم. در هر روز در یک محله مهمان بودیم، دعوت شده بودیم، جوانا اومدن شکایت کردن که دوملا همین ریش سفیدامو و بعضی آقسقالامو و کلانسالامو ما خواستیم ختم قرآن بگذارونیم، ما را منع کردن، نگذاشتن. جوانا گفتستیم، گفتن در همین موضوع روشنایی بداز. بعد دیگه ما هم با تمام احساسات جدی گپ زدم که این مردم پگه در پیش خدا جواب میگه. کسایی که مانع ختم قرآن در مسجد میشه فردا در پیش خدا جواب میگه. القرآن حجت لک او علیک. قرآن فردا روز قیامت یا برای تو مسلمان حجت میشود یا بر ضد تو حجت میشود، بر ضدت خصم میخیزه. تو از روز نمیترسی که قرآن کلام پروردگار، قرآنی که شفاعتش فردا روز قیامت از همه بالای، حتی از پیغمبرها و از شفاعت ملائکه ها بالاتر، در پیش خدا بگه پروردگارا همین بنده بی سعادت بی ناموسی تو ما را منع کرد که در فلان مسجد خونده شوی، در پیش خدا چی جواب میگی؟ از خدا نمیترسی؟ گفتم اینا دوملا تو در پیشم 6 دست رفیق بای شناس مای با تمام صلاحیت میگم،
اگر در مسجد ختم قرآن نکرده، اگر ختم منع کرده و باز داشته، پگه خصم شما قرآن میخیزم. گمان میکنم انشاءالله قبولش کردن، زیرا مسئله بسیار مسئله جدی است. این مسئله حاصل شوخی نیست. نخود در رمضان در مسجد ختم قرآن منع کنی، این مرگی نمازخوان مسلمانه که ختم قرآن منع کنه. از برای خدا افسوس، صد افسوس، اینقدر سست فلسطین، اینقدر بی‌هنر و بی‌غیرتیم. اگر ختم قرآن اگر زیاد بروه 2 ساعت میروه، از 1 تا 2 ساعت، از 1 تا 2 ساعت یک پاره قرآن. پیامبرت صلی الله علیه و سلم در رمضان ختم قرآن ترک نکرد. هر ماه شریف رمضان 1 بار قرآن در نزد جبرئیل علیه السلام میگذراند. در آخران رمضان حیاتش 2 بار گذراند. صحابه های بزرگوارش ترک نکردند. حتی حضرت عمر امر کرد ابی ابن کعب رضی الله عنه را امام تعیین کرده، مردم گفت مرده 1 پاره قرآن میگذره، هر روز ختم قرآن میکنه. حتی در مسجدایی که جواناش بیشتر بدن، حضرت عمر امر کرد که شما 3 ختم قرآن کنه. امروز مسلمانای ما از ختم قرآن میگریزن. سر تراشیدنی رفته به یک دسته شاگرد سرتراش داریم، نماشونه نمیگیرن، نه که انشالله گمان میکنیم که نصیحت چون میشوه. پرسیدم که در کجا خوانده است تراویح؟ گفتن در مسجد پویانگی. مسجد پویانگی در ای علم ترکیف میخونن. ای خدا جان شما رو مست کنه که آقی خیلی و ریش سفیدا و موسفیدا بعضش بهانه میکنن که ما پیریم، زور ما نمیرسه. شما را چی درد رسیده است؟ میگه مونده میشین. بدگهر برای 10 سومانی و 20 سومانی روز تا بگه در پریگبه خیرسکی راست مستی بفره نمیشه. یا برای قرآنه که آخی این قرآن به مال و ملک دنیا خریده نمیشه. خدای تعالی در عوض هر حرفش 30 ثوابت میده. 30 ثواب تو جانت میبره در ختم قرآن اشتراک کنی. او روز در مردنت خوب، مادام که راست ایستادن میتونی پادر میکنن، نشسته بخون. همین نشسته ختم قرآن گذروندن از راست ایستاده از علم ترکیف تا ناز خوندن بهتره. برادرو کوشش کنه جوانای عزیز. در کجای ختم قرآن است همون جبری تنبلی نکنه. آخی وقتی که در بالای گلیمای نازنین در این خیل آرامی و آسودگی، الحمدلله تمام مسجدها کاندیسیونر دارن. اگر مسجد کم بغلتر باشه مثل مسجد ما، جوانای بغیرت کم یافت شوند که کاندیسیونرش بخرن، لااقل نیتری شمالتیک داره. یا بسیاری مسجدها هست که در صحن نماز میخونن، سلقین است. وقتی که شما از خواندن قرآن که بزرگترین نعمت خدا در دنیا است، در داخل نماز که بزرگترین عبادت است، در بهترین پاکترین مکان که خانه خدا است، تنبلی میکنه، خدا نگه بداره. یگون دشمن به دولت حجم کنه و با این مملکت نازنین ما حجم کنه، شما جنگ میکنه. هی سبحان الله، رنگ کلموش باری میگریزی. با یقینه شما میدونه که دولت مستقلی ما دشمن ها داره، گرد اطرافمون احاطه کردین، به سعادت های هستن که هرگز آبادی این ملک نمیخواهن. یکی از سبب های قیمت شدن اشیا شما میدونه چی است؟ راهامون رو بند میکنن، با تمام راه و وسیله کوشش میکنن که ما آزادی و استقلالیت اقتصادی نداشته باشیم. حقیقتا وضعیت وضعی نه. آخی ما و شما باید شعری جیان باشیم. از یک ختم قرآن که بگریزیم وای به حال ما. پگه از کجا دفاع از وطن کنیم، دفاع از ملک کنیم، دفاع از استقلالیت بکنیم؟ برای همه از قرآن نگریزی. از قرآن نگریزی که شرمندگی ای عیب است. باور کنید در ماه شریف رمضان به امر پروردگار شیطان های فتنگر زنجیر پیچ می شوند. حدیثی متفق علیه است. امام بخاری و امام مسلم روایت میکنن از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. وقتی که ماه شریف رمضان می آید، درهای جنت برای بندگان خدا باز می شود. تا مردگی تمیدازی یک بیچاره کمبغل می یک برادر همه طفلی را بیا بده در 50 سوم، تو میگوی نه 60 سوم
برای 10 سومردگی میکنی، فراموش نکن که در رمضان در جنت بازای، در دعا بازای. تمام 50 صبح دبته دعای او را بگی، ان شاء الله خداوند چنان برکت میده که اوتری 10 سومه را صدقاتش میوی. در یک دیویژنیت فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار، و درهای دوزخ در ماه شریف رمضان بسته می شوند. با دست خودت باز شونه که درها بسته می شوند. و صفیدت شیاطین، و در این ماه بزرگ شیطان ها زنجیر پیچ کرده می شوند. شیطان ها را زنجیر خطیمه بندند که بنده ها را شیطنت نکنند. آخی وقت زور شما با یک شیطانی زنجیر پیش نرسه، از مسجد بگریزه، از خواندن تلاوت قرآن بگریزه، پگه در پیش خدا چه جواب میگه؟ یک شاگرد بی بصر داریم، اگه خدا ما را داد است از بعضی امتری شاگردای بی تمیز. الحمدلله یگان شاگرد و یگان قاری بچه به عهده نگرفت تراویح را که در غیر مسجد در یک حولی شوه، همه جوانمر به کلا گرفته بود است. دین فهمیده وانه. حالی من بینمش یک گروه مثل خودش بزدلا را جمع کرده است، تراویح تشکیل کردیان از علم تر کیف تا سوره فیل. همین شخص میگن کلاه شیدنی از همون دمغازش معلومه، همین جوان میشیدنی از ابتداش معلومه. همون ملایم خنک ایام اول بود، ای سال 2004 والله عالم 2005 در همین جا هست، درس میگیره، تعلیم خطی مشغول است، حفظ میکنه، هیچی نبود. من یقین دارم که 60 سال دیگه هم که مثل هیچی نمیشه. شخصی از ختم قرآن میگریزه، او دیگه چی میشه؟ خاک در سرش. قدم برون منه از جهل